فکر میکنی باهوشی ولی توی بدن تنبل گیر افتادی؟ این ویدیو زندگی تو عوض میکنه. خیلی از ماها باهوشیم، ایده داریم، تحلیل میکنیم، ولی چرا نتیجه نمیگیریم؟ چون با وجود هوشی که داریم یه دشمن پنهان داریم. تنبلی. بله، اگه تو هم از اونایی هستی که 1000 تا فکر تو سرت داری ولی هیچ کدوم رو عملی نمیکنی، این ویدیو برای توه. میدونی مشکل تو چیه؟ آدمای باهوش قبل از شروع هر کاری اونقدر فکر میکنن که اصلا دیگه شروع نمیکنن. میگن اگه شروع کنم چی میشه؟ اگه خراب بشه؟ اگه بهترش کنم؟ نتیجه چیه؟ فقط فکر بدون عمل. پس اگر باهوشی برنامه ریزی خوبی داری، ولی اگر موفقی آدم اجراگر خوبی هستی. موافقی؟ میخوام بهت یه قانون ساده رو بگم که نجاتت میده. بگو فقط 5 دقیقه انجامش میدم. مغزت بهونه نمیاره، چون 5 دقیقه ترسناک نیست. جالب بدونی 90% مواقع همین 5 دقیقه ها تبدیل میشه به نیم ساعت، چون شروع کردن سخت‌تر از ادامه دادنه. اگر توی اون اولی نتیجه نگرفتی، با این دومی حتما نتیجه میگیری. بیا کاراتو خورد کن. یعنی چی؟ بچه‌های باهوش عاشق کارهای بزرگن، ولی همین بزرگی باعث تنبلیش میشه. به جای اینکه بگی میخوام زبان یاد بگیرم، بگو امروز فقط 10 تا لغت یاد میگیرم. تموم. و اسم این تکنیک هم تکه تکه کردن موفقیته. میدونی یه مشکل دیگه ای که داری چیه؟ اینه که تو به عنوان یک آدم باهوش دنبال بهترین زمانی همیشه، بهترین شرایط، بهترین حال، ولی بهترین زمان هیچ وقت نمیاد. شما شروع کن، عالی شدن تو مسیر اتفاق میفته، نه قبلش. میدونی جایزه گرفتن همیشه لذت بخشه. تنبلی خیلی وقتا تنبلی نیست، کمبود انگیزه است. برای هر کاری که انجام میدی، حتی یه لیوان چای یا 5 دقیقه استراحت به خودت جایزه بده. مغز عاشق دوپامینه. چیزی که همیشه روی من تاثیر داشته، پاکسازی و محیط و ذهن بوده. آدمای باهوش ذهن شلوغی دارن. اتاق شلوغ، افکار زیاد، همه اینا باعث خستگی ذهن میشن. اگه میخوای از تنبلی خلاص بشی، اتاقتو ساده کن، میزتو خلوت کن، فکرتو متمرکز روی یک کار کن. باهوش بودن یک نعمت بزرگه، ولی اگه با عمل همراه نشه تبدیل میشه به نفرین. هوشت رو از سرت بیار توی دستت. شروع کن، حتی ناقص، حتی کوچیک. یادت باشه دنیا به ایده ها پاداش نمیده، به اجرا پاداش میده. اگه تو هم جزو اونایی هستی که باهوشی اما گاهی گیر میکنی، تو کامنت بنویس شروع میکنم و یادت نره ویدیو بعدی رو ببینی، چون میخوام راهکار ساخت انگیزه مصنوعی رو بهت بگم.